استراتژی آوردن براتون که همتون عشق کنین، اسکالپرها، سوینگ تریدرها، دی تریدرها، خلاصه همه حالشو ببرین، هم فارکس هم کریپتو. دیگه چی میخوای؟ برو بریم. درود بر شما، من پیام سرخانی ام اینجا کانال بیت بازیه. خیلی خوش اومدین به کانال خودتون. یه استراتژی دیگه داریم از اون استراتژی‌های نابی، از اون استراتژی‌هایی که میشه روش حساب کرد و میشه روش سیگنالاش با درصد وین ریت بالا حساب کرد. خب گفتم فرق نداره چارتتون چی باشه. من حالا تایم فریم 3 دقیقه یورو یو اس دی رو دارم باز میکنم براتون، پر از نوسان، پر از نویز و میتونین قشنگ روی این تایم فریم هم باش کار بکنید. اولین اندیکاتوری که میخوام اضافه بکنم QQE مود هستش. این اندیکاتور رو به چارتمون اضافه میکنیم. من از اینجا بزرگش میکنم. یه اندیکاتوریه که قراره کار باش جمع بکنیم. میریم توی ستینگش، بجز این اولی QQE لاین هیستو اینو پاک میکنیم، QQE لاین بمونه، اینم زردش میکنیم و میذاریم رو دش لاین که یه خورده مشخص باشه. کارمون باش چیه؟ آقا کراس کرد رو به پایین اینجا، خب کراس کرد رو به پایین به اون پوزیشن سل میده، کراس کرد رو به بالا پوزیشن بای میده، رو به بالا رو به پایین. اوکی، حالا اینو بیایم جمعش کنیم پایین، ببینیم مثلا چه اتفاقی داره. پوینتر انتخاب کنم، روی چارت میفته. ببین اینجایی که داره کراس میکنه رو به پایین، ما اینجا تو این ناحیه ایم دیگه، اینجا به اون پوزیشن سل داره میده، اینجا داره میده رو به بالا، اینجاییم دیگه، اینو داره میده، اینجا داره میده رو به پایین کراس کرده، اینجا اینو داره به ما میده، اینجا کوچولو اینجا، اینجا ولی ناکنین بذارم رو چیز، اینجا داره اذیتمون میکنه، سل داده ولی خب پای سلش وایسیم درسته ولی یه خوره اذیت کننده. خیلی جا دیگه ببینید تو چارت تقریبا اوکیه. خب اینجا ببینین اینجا هم باز اذیتمون کرده. حالا برای اینکه این سیگنالای فیک رو بخوایم تشخیص بدیم چی کار باید بکنیم؟ اگر نوتیفیکیشن های عزیز من اجازه بدن ما به کارمون اینجا میرسیم. خب بریم روی چارت دوباره. دوم چیزی که میخوایم اضافه بکنیم به چارتمون ترند ماجیک هستش. ترند ماجیک از کیوانش داداشم. خب ترند ماجیک هم میایم توی تنظیماتش این استایل آبیه رو سبز کنیم. سبز به چشم ما آشناتره برای لاین گرفتن، درسته؟ بعد بیایم تو اینپوتش CCI پریودش رو از رو 20 بذاریم رو 50 و ATR پریودش هم بذاریم رو 6. متمرکز تر و دقیق تر و سیگنال های بهتری ازش میگیریم. خب میایم فیلتر شده تر کار میکنیم. یعنی اینجا ما کراس رو داریم، اگر هنگ نکند تریدینگ ویو کراس رو داریم، اینجا داریم، اینم داریم. یعنی این لاینه باید قرمز باشه که ما بخوایم این سیگنال رو بگیریم. سیگنال های فیکمون رو خیلی کمتر میکنه. اینجا مثلا کراس رو به بالا رو داریم، اینجا هم لاینمون سبزه. اوکی، بعد عرضم به حضورتون که اینجا کراس رو به پایین داریم، لاینمون قرمز میگیریم. اوکی، همه چی ردیفه. دوباره مثلا کجا دیگه تقریبا همش تقریبا اوکی دیگه. هر کدوم از این اندیکاتورها که روی چارت اضافه میشه یه مقدار به وین ریت ما کمک میکنه که ما بتونیم وین ریت بالاتری داشته باشیم روی چارت و بتونیم عملکرد بهتری داشته باشیم. اندیکاتور بعدی رو میخوام اضافه کنم ولی قبلش بهتون بگم که تریدینگ ویو فکر کنم رو نسخه رایگان اندیکاتورها رو دوتا بیشتر اجازه نمیده استفاده بکنید. من پیشنهادم به شما اینه که تریدینگ ویو اورجینال تهیه بکنیم و برای اینکه تریدینگ ویو اورجینال بخواید تهیه بکنیم باید برای آخرین نسخهش که همه امکانات خفن روش هست 60 تتر ماهیانه پرداخت بکنید. چیزی اولوش فکر کنم الان 3 میلیون تومان. ولی خب ما این رو اومدیم همون نسخه اورجینالش رو تقریبا میتونم بگم با چند دهم قیمت با یه تخفیف عجیب غریبی داریم خدمتتون تقدیم میکنیم با 1/4 قیمت، یعنی 15 تتر
خدمتتون تقدیم میکنیم. حالا بالا پایین داره، مثلا اون موقعی که بتونیم تو آفر ازشون تعداد بگیریم روی این قیمت میتونیم بدیم. بعضی موقع مثلا میره تا 17 تتر 20 تتر، ولی باز هم از اون 60 تتر خیلی بهتره. این رو میتونین نسخه اورجینالش رو 1 ماه تهیه بکنین، کار بکنین. در کنار اینا کلی نسخه های دیگه، نسخه پرو 2 ماه 3 ماه 1 ساله 4 ماه 6 ماه همه رو داریم. فقط کافیه که ادسان بیت بازی با تو تلگرام پیغام بدین و بتونین تهیه بکنین. اگر جدی دارین رو بحث ترید فعالیت میکنین و میخواین بک تست بگیرین، ریپلای بگیرین، آلارم بذارین و ازش استفاده کنین، در غیر این صورت پولتون الکی چیز نکنین، تست کنین، یه دونه اضافه کم کنین بتونین کارتون رو انجام بدین. خب بریم بعدی اضافه کنیم. بعدی میخوایم یه SSL هایبرید اضافه کنیم که خیلی میتونه بهمون کمک بکنه و اینجا میایم تو استایل همه رو به جز این MA بیسلاین خاموش میکنیم. شلوغش کرده، ما الان با اونا کاری نداریم. بعد تو قسمت اینپوتش هم SSL 1 بیسلاین رو میذاریم روی GMA و این هم میذاریم رو 200. خیلی اسموت‌تر و ردیفتر. الان اوکی شد. خب حالا اتفاقی که میفته، شما سل وقتی خواستی بگیری، وقتی که کراس داشتی، باید چک کنی که کندلت زیر این SSL باشه، SSL رنگش قرمز باشه، کندلا زیر SSL باشن، لاین ترند ماجیکمون قرمز باشه و اینم کراس اتفاق افتاده باشه. خیلی شیرین. اینجا میای شورت پوزیشن تو میذاری، ریسک ریوارد تو تعیین میکنی. یه ریسک ریوارد 1 تا 2 کفایت میکنه، کفایت مذاکرات. استاپ لاست هم اگر کندلا نزدیک به SSL هستش بذار رو آخرین قله‌ای که اینجا اتفاق افتاده تو این قبلی خودش و تمام. ایزی تمام. ابتدای روندم وارد شو. وای نسا این وسط وارد شه، وسط سود بهت میده ولی اون سود خوبه رو بهت نمیده. دوباره اینجا کراس داریم، لاین سبز، کندلا بالا. اینجا به راحتی اینجا وارد میشی و اگر نزدیک نیستی SSL ریسک ریوارد 2 تاچ میکند و تمام. بشین رو 3 دقیقه کار کن، حالش بشین رو دیلی کار کن، به هر جا دلت میخواد با این دیگه بشین کار کن. خیلی بهینه شده، خیلی سیگنالای درستی میده و میتونین ازش توی تریداتون استفاده بکنین. امیدوارم این ویدیو براتون کاربردی بوده باشه. لایک، کامنت، ساب اینا دیگه چیزایی که خودتون میدونین. دمتون گرم. تا ویدیو بعدی آموزش بده و استراتژی بعدی. فعلا خدا